درود و نور به شما عزیزان. در این پادکست قراره در مورد دیابت نوع 2 با امتلاع کبدی که ناشی از سردی کلیه هاست صحبت کنم. گفتیم که یه عامل دیگه امتلاع کبد میتونه از سردی کلیه ها باشه که البته خود سردی کلیه ها هم میتونه بی ربط با سردی قلب و معده نباشه، چون معده سرد عملکرد هضم رو دچار مختل میکنه و جذب ضعیف میشه و تولید مواد مورد نیاز برای اندامها از جمله کلیه مختل میشه. یا وقتی که قلب سرد میشه میتونه جریان خون و حرارت رو به اندامها به خصوص کلیه ها مختل کنه. در واقع یه مثلث قلب، معده، کلیه وجود داره که توازن گرمایی و کارکردی بین 3 عضو اصلی وجود داره و هر کدوم از این 3 عضو نقش بسیار کلیدی در حفظ تعادل حرارت، خونسازی و تولید مواد مفید در بدن دارن که روی هم اثر میذارن. سردی کلیه ها ممکنه که از 2 سوء مزاج ناشی شده باشه. یکی سوء مزاج سرد و خشک و یکی هم سوء مزاج سرد و تر، که اگر از سوء مزاج سرد و خشک باشه در این حالت در مراحل پیشرفته یا مزمن دیابت در واقع قرار گرفتیم که برای تشخیص باید علائم رو توجه بکنیم. علائم هم شامل ضعف جنسی، سوزش ادرار، تیرگی چهره، خشکی اندام‌ها و افسردگی هستش. همیشه اینو یادتون باشه. تو در واقع سوء مزاج سرد و خشک که ما بهش در طب سنتی میگیم سودایی، در واقع یه تیرگی غلبه پیدا میکنه. سودایی بودن در واقع غلبه تیرگی و خشکی تو بدن هستش. حالا وقتی که کلیه ها سودایی میشن، یعنی دچار سردی و خشکی میشن، در واقع همون خشکی به سلول ها میرسه و گیرنده هایی در اون سلولی برای جذب قند غیر فعال میشن و در واقع یه مقاومت انسولینی به وجود میاد. حالا راهکار چیه برای این کلیه سودایی؟ برای درمان کلیه های سودایی یکی گرم نگه داشتن ناحیه کمر و کلیه به درمان کمک میکنه که میتونه با شاله پشمی باشه یا کیسه آب گرم. این نواحی رو باید یعنی نواحی کمر و کلیه ها رو گرم نگه داشت. اجتناب از بیخوابی و استرس. چرا؟ چون بیخوابی و استرس در واقع خشکی ها رو بیشتر میکنه تو بدن. بیمار باید ورزش ملایم و پیاده روی‌های مستمر داشته باشه. حجامت گرم موضعی در ناحیه کلیه ها مؤثر هستش در گرم کردن کلیه ها که البته باید زیر نظر یه متخصص انجام بگیره. و همینطور پرهیزات بعد این بیماران داشته باشن. پرهیزات از غذاهای سودازا. غذاهای سودازا چیا هستن؟ شامل عدس، بادمجون، گوشت گاو، فست فودها، سرخ کردنی ها، چای پررنگ، قهوه زیاد، غذاهای مونده، همینطور غذاهای فریزری به شدت سودازا هستن. بیمار نباید آب یخ یا دوغ سرد، ترشیجات استفاده بکنه. در عوض خوراکی‌های گرم‌تر هم سفارش میشه، مثل شیربادام، شیره انگور، ارد عسل، خرما، کشمش تا حدودی البته، آب جو با نخود و روغن زیتون. تو خانوم ها استفاده از رازیانه و تو آقایون انیسون برای کلیه سودایی مناسبه. البته اینجا یه نکته رو هم بگم، کسایی که بیمارانی که کبد پرحرارت و صفرایی دارن و باعث امتلاعشون شده، من اینجا گفتم که رازیانه خانم ها استفاده کنن و آقایون هم انیسون. اگر کبد پرحرارت و در واقع صفرایی داره، همراه با رازیانه گل بنفش و ختمی هم استفاده بکنه. در واقع رازیانه رو با گل بنفش و ختمی ترکیب بکنه یا بیاد رازیانه رو با کمی سرکنگبین خنک نه خیلی سرد استفاده بکنه. یا جایگزینای ملایمتر برای کلیه
مثل شیره توت، ماه‌الشعیر طبی، عرق خارخاسک که با تخم کرفس و عسل در واقع مخلوط شده باشه، مدر معتدل هستش که گرمی شدیدی رو هم ایجاد نمیکنه. استفاده اینها مناسب هستش. یه عامل دیگه امتلاع کبدی از سوی مزاج سردی و طری یا همون غلبه بلغم کلیه هاست. این قسمت بحثم رو که در مورد غلبه بلغم کلیه ها هستش رو دوست دارم با دقت خیلی بیشتری گوش بدین تا اهمیت درمان رو تو این بیماری متوجه بشین، چون اکثر دیابتی ها هم در واقع مشکلشون از همین جا هستش، یعنی از همین غلبه بلغم کلیه هستش. خب خیلی از ما فکر میکنیم که کلیه ها وظیفهشون فقط دفع ادرار هستش، در حالی که کلیه ها چند وظیفه دیگه هم در کنار این دفع مواد زائد بر عهده دارن. اگه بخوایم وظایف کلیه رو بگیم میتونیم اشاره بکنیم به 6 وظیفه اصلیش که یکیش تصفیه خون و دفع مواد زائد هستش. دوم تنظیم آب و الکترولیت هاست که البته شامل حفظ و نگهداری رطوبت‌های مفید که همون قوه ماسک میشه هم هستش. سوم تنظیم اسید و باز بدن، یعنی همون pH بدن. چهارم تنظیم فشار خون. پنجم تولید هورمونی به نام ارتوپویتین که نقش تولید گلبول قرمز رو داره. ششم فعالسازی ویتامین د که نهایتش میشه تنظیم کلسیم و فسفر خون. بنابراین همه اینها رو که انجام داد، نتیجه نهاییش میشه تنظیم حجم متعادل خون. حالا یه نکته هم بگم، ببینین بدن ما به طور خلاصش دارای 2 قوه هستش، یکی قوه عامه و یکی قوه خاصه، که قوه عامه در اکثر اعضای بدن وجود دارن ولی در هر عضوی یه نقش خاصی رو داره که در کلیه ها این قوا پررنگتر و حیاتی تر هستش. قوه خاصه هم مختص یک عضو هستش که فقط در اعضای 5گانه حسی بدن وجود داره. حالا ما تو این بحثمون بیشتر مد نظرمون همون قوه ماسکه و دافعه کلیه ها هستش. حالا وقتی که کلیه ها دچار غلبه بلغم یا همون سردی و طری میشن و دچار ضعف میشن، در واقع این قوه ماسکه و دافعه تعادلشون به هم میخوره. حالا برای روشن شدن مطلب من یه مثال بزنم بهتر متوجه بشین. شما یه دری رو فرض کنین که قفلش خراب شده. وقتی این قفل خراب میشه چی پیش میاد؟ با کوچکترین نسیم ملایم این در باز میشه. تو بدن هم همینطور، کلیه ها هم همینطور. وقتی که کلیه ها دچار ضعف و سردی میشه، در واقع این فیلتر کلیه ها هستش که اون کارکردش رو از دست میده، به خوبی کار نمیکنه. قوه نگهدارنده در واقع به خوبی کار نمیکنه، هم قوه نگهدارنده هم قوه دفع. اینجا در مورد قوه نگهدارنده که اون باید اون رطوبات مفید رو تو بدن ما نگه داره، کارش به درستی انجام نمیشه. این رطوبت مفید لازمه برای بدن. برای همین وقتی که کلیه ها دچار این ضعف و سستی میشن و فیلترشون به خوبی کار نمیکنه، در واقع یه نوع بلنگو بازی رخ میده تو کلیه ها، باعث میشه که این رطوبات مفید که بسیار لطیف و ملایم هستن به راحتی از کلیه ها دفع بشن. حالا برای قوه دافعه چه اتفاقی میفته؟ اینجا خلط‌های غلیظ، لزج، چسبنده یا نیمه هضم شده در بدن باقی میمونن. بدن یا در واقع کلیه ها در این حالت فقط چیزی رو بیرون میفرسته که آماده رفتن باشه، نه اون چیزی که لازمه دفعش هستش. آماده رفتن چی بود؟ همون رطوبات مفیدی که گفتیم که لطیف بودن، ولی این رطوبات غلیظ و زائد در واقع در بافت چربی، فضای بین سلولی، عضلات، لایه‌های زیرپوستی یا اطراف اندام‌های عمقی گیر می‌افتند و اصلاً مواد زائد غلیظ
به کلیه ها نمیرسن تا دفع بشن. حالا این رطوبات غلیظ و چسبنده و زائد میاد دور تا دور سلول ها رو فرا میگیره، سلول های عضله و چربی، و باعث مقاومت انسولینی میشه. اگر یادتون باشه در پادکست های قبلی گفتم که رطوبات باید در داخل و بیرون سلول در حالت تعادل باشه که این سلول ها کارکردشون به درستی باشه، در ورودیشون رو بتونن باز بکنن که گلوکوز رو وارد خودشون بکنه. داخل سلول اگر یادتون باشه گفتم که این رطوبات باید متعادل و یک ذره رو به بالا باشه و در خارج سلول این رطوبات بازم متعادل و یه مقدار به پایین باشه. حالا این اتفاقی که در قلبه بلغم کلیه به وجود اومده باعث شده چی؟ این رطوبات نه تنها مقدارشون بالا بره، بلکه این رطوبات اصلا غلیظ و چسبندن، رطوبات مفید بدن نیستن. همین رطوبات غلیظ و چسبنده که به مقدار زیاد دور تا دور سلول ها رو فرا گرفته مانع از ورود گلوکوز به داخل سلول میشه. در واقع سلول دچار مقاومت انسولینی میشه. این چیزی بود که من میخواستم شما این رو بدونین، آگاه بشین بهش، به روندش، تا متوجه بشین که این غلبه بلغم کلیه ها تا چه حد درد سرساز هستش و چه چیزایی زمینه ساز ایجاد دیابت میشه در این مورد. حالا چون کلیه ها دچار ضعف قوه ماسکه و دافعه شده، کلیه ها نمیتونن آب زائد رو از بدن دفع کنن. بنابراین در آب میان بافتی اندام ها گیر میکنن و جمع میشن، به ویژه اندام های پایین تنه که همین باعث چاقی شکمی میشه. این نوع دیابتی هایی که امتلاع کبد از غلبه بلغم کلیه دارن در چاقی شکمی دارن. حالا علائم کلیه بلغمی چیه؟ از علائم میتونیم اشاره کنیم به ادرار کم فشار ولی بیرنگ، پف کردن صورت و اطراف چشم، ورم پاها و مچها، ادرار زیاده ولی کیفیت نداره و خیلی مواقع قطره‌ای هستش. شخص احساس سنگینی و کسالت داره، خواب‌آلودگی و کندی ذهن پیش میاد. درد پایین کمر داره بیمار، یا گاهی کمر درد اونقدر زیاده که در اون کمر صاف نمیشه. کاهش میل جنسی و حتی ناتوانی‌های جنسی یا دفع منی همراه با ادرار هستش. اینها میتونه از علائم ضعف و سردی کلیه ها باشه. برای درمان این حالت باید عامل اصلی که در واقع غلبه بلغم کلیه هاست رو درمان بکنیم. وقتی ما بیایم عامل که همون کلیه ها، ضعف کلیه هاست رو درمان کنیم، کبد خواه ناخواه به حالت تعادل برمیگرده، مگر اینکه اون امتلاع کبد اونقدر بالا رفته باشه که ما نیاز به درمان‌های ترکیبی و تخلیه‌ها و پاکسازی‌های سنگین داشته باشیم. برای درمان غلبه بلغم من قبلتر یه توضیحاتی دادم. برای امتلاع کبدم تو پادکست‌های قبلی یکی یکی همه این درمان‌ها رو توضیح دادم. اگر مشکلی دارین برگردیم به اون پادکست‌های قبلی، کامل من اینها رو توضیح دادم. حالا در کنار همه اون درمان ها خیلی خوبه که بیایم اون قوه دافع و ماسکه کلیه ها رو هم تقویت کنیم. چندین مورد توصیه شده برای این تقویت. یکی مصرف تخم کرفس هستش با عرق خارشتر. یکی دمنوش بادیان با گل بنفشه که در واقع متعادل کننده حرارت هم هستش. تو میوه ها زردک، خربزه، انگور، به خصوص انگور اگر انگور قرمز باشه شحم کلیه ها رو تقویت میکنه. خارشتر و خارخاسک تخصصشون برای کلیه های سرد هستش و تو غذاها هم نخودآب خیلی عالی هستش برای تقویت کلیه ها.
یه نکته مهم دیگه در مورد کلیه بگم و بحث رو تمام کنم. ببینین خیلی از مردم ما و حتی خیلی از اطباء در واقع توصیه به نوشیدن آب و مایعات زیاد میکنن و معتقدند که نوشیدن مایعات زیاد عملکرد کلیه ها رو بهتر میکنه. اولا که ما در طب سنتی معتقدیم باید در هر توصیه‌ای که به بیمارمون میکنیم به مزاج اون بیمار توجه کنیم. مثلا کسی که قلبه صفرا داره لازم رطوبات بیشتری به بدنش برسه و برعکس برای کسی که قلبه بلغم داره بدن خودش سردی و رطوباتش زیاده. خوردن مایعات بیشتر نه تنها مفید نیستش بلکه برای این افراد حتی در حکم سم نیز هستش. حالا سوالی که من از این اطباء دارم اینه که آیا در دیابتی ها ما مشکل تعداد دفعات ادرار رو داریم که همچین توصیه‌ای کنیم؟ جواب خیر هستش. برعکس در دیابتی ها گفتیم که تکرر ادرار دارن و اصلا در ضعف و سردی کلیه تعداد دفعات کم نمیشه بلکه بیشتر هم میشه به خاطر اون کاهش قوای کلیه ها، همون قوایی که نام بردم قبل‌تر. پس نوشیدن بی‌رویه آب و مایعات فقط خروج رطوبات مفید رو بیشتر میکنه و بدتر از اون باعث سرد شدن بیشتر کلیه ها و ضعف قوای نگهدارنده یعنی همون قوه ماسکشون میشه. پس ما باید کیفیت ادرار رو اصلاح کنیم نه تعداد دفعاتش رو و بالا بردن کیفیت حاصل نمیشه مگر با گرم کردن کلیه ها. این گرم کردن مثل چرب کردن با روغنای گرم، ماساژ، حجامت گرم، پیاده روی‌های منظم و مستمر و یک سری تغذیه‌هایی که قبلا من نام بردم ازشون. بوعلی سینا یه توصیه خیلی خوب هم کرده. گفته به جای مصرف بیش از حد آب در مواقع تشنگی از شربت‌هایی با طبع گرم مثل آب و عسل ولرم استفاده بشه. مصرف آب و عسل ولرم میتونه باعث کاهش انسداد در کلیه ها بشه و اونها رو گرم کنه. به تعبیر بوعلی سینا این کار باعث ترمیم کلیوی میشه زیرا عسل صفراساز ملایم هستش و صفراسازها ترمیم کننده هستن. تو بحث پیاده روی هم در واقع این پیاده روی کردن یه نوع ماساژ برای کلیه هاست. این یه نکته خیلی جالبی بودش که گفتنش خالی از لطف نبودش. خب عزیزان این بحث رو به اتمام میرسونم. در پادکست بعدی سعی دارم در مورد دیابت با امتلاع کبدی ناشی از غلبه بلغم صحبت کنم. برای همگی شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.